سیلزدایی با سیل راستین طغیانگر و بنیادکن. در مدت این 2 هفته و از تلاقی سال نو و سال جدید تا به امروز بحث بارندگی و سیل و تبعات و عوارض آن تمامی عرصه ها را تنیده است و روزانه شاهد قربانی شدن، از دست دادن عزیزان، از هستی ساقط شدن، ویرانی خانه و کاشانه، فنا شدن مایملک و تمامی داشته و نداشتی مردم، تخریب ابنیه، زیرساخت، جاده، باغ و زمین و مزرعه و مرتع، یعنی در واقع تمتمه باقی مانده از امید به ادامه حیات مردم هستیم. مسئول تمامی این فجایع و نابسامانی نیز معلوم و مشخص است. زمانی که احمد سالک نماینده مجلس ارتجاع و رئیس کمیسیون فرهنگی همان مجلس میگوید بودجه را به کاهش بیبندوباری، مبارزه با بی‌حجابی اختصاص دهید، اثر بیبندوباری از سیل و زلزله کمتر نیست، این عنصر که شالوده، عصاره و نوک قله فرهنگی چنین رژیمی است، با این شیوه نگرش که رویکرد اساسی و ساختاری رژیم اسلامی است، چگونه میتوان چشم انتظار کمک به مردم شد؟ زمانی که آنها این بلایا را ناشی از قضا و قدر، مشیت الهی، امتحان الهی و ناشی از نحوه عملکرد خود مردم تلقی می کنند، چگونه می توانند امدادگر و کمک حال مردم باشند؟ اگر نگاهی واقع بینانه به امورات جاری داشته باشیم، سیل امروز نزدیک به نیم قرن است که جاری شده و تمامی عرصه های زندگی مردم را در نوردیده است. در حقیقت خلاصه کردن سیل‌های روان 4 دهه گذشته در سیل اخیر نادیده انگاشتن واقع امر می باشد. سیل جاری این روزها ماحصل و انباشت بخش‌هایی و برگرفته از مجموع سیل‌های سال‌های ما قبل است. در 40 سال گذشته ما در ایران با سیل اعدام، سیل جنگ و عوارض و تبعات تا به امروز آن، سیل بی‌حقوقی و تبعیض، سیل فقر و بیکاری، سیل اعتیاد، بازداشت و زندان، ترور و تبعید، سیل اجحاف و بی‌حقوقی در حق زنان، کودکان، جوانان، ملیت‌های مختلف، غیر خودی‌ها، سیل ترویج خرافه و واپسگرایی، گسترش ترور و آدمکشی، غارت منابع و معادن، تخریب طبیعت، دزدی و اختلاس و راندخاری و سیل‌های بیشمار دیگری مواجه بودیم. در این مدت نیز برای همگان عیان و آشکار است که بانی و مسبب این همه فلاکت و فاجعه کسی نیست به جز افعی چنبر زده بر جان و مال این مردم، یعنی رژیم جمهوری اسلامی ایران. چنانچه مایل به رهایی از چنگال این همه سیل هستیم، هیچ راه برون رفتی پیش روی من نیست به جز هدایت تمامی این سیل‌ها به مسیر و مسیل طبیعی خود، یعنی سپردن آنها به تاریخ و تنها کانال ممکن و میسر نیز اتحاد و همدلی همگانی و سرتاسری است که منجر به سیلی بنیانکن و آسی و به تنگ آمده از تمامی فلاکت‌های دامنگیر امروزین و طغیان همگانی برای دفن نماد سیه روزی، نابسامانی و اجحاف سازمان یافته